سؤال نوبتی در مسئله حکم نوروز در نزد علمای مذهب حنفی است. این به همگان معلوم است که عید نوروز عید زردشتیان است، یعنی عید آتش پرستان است. این را کسی انکار نمی کند و تاریخ هم گواه است. پس خوب بدانید که برای حرام و ناجایز بودن این عید همین یک حدیث جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم کافی است که می فرماید: من تشبه بقوم فهو منهم، رواه احمد و ابو داود. یعنی هر کسی که به کدام قوم خود را مانند می کند از جمله همان قوم است. روایت احمد و ابو داود. جشن گرفتن این عید به اتفاق تمام علما و مجتهدین اهل سنت حرام و ناجایز است. هیچ یکی از علما به جایز بودن این عید فتوا ندادند. در مسئله جشن گرفتن عید نوروز علمای مذهب حنفی فتواهای مشخص خود را صادر کرده اند که در معتبرترین کتابهای فتوا بیان شده اند. و مثل فتاوای شامی و فتاوای عالمگیری، بحر الرائق و غیره که در مذهب حنفی از جمله معتبرترین کتابهای فتوا به شمار می روند. الان خوب گوش اندازید که علمای مذهب حنفی درباره جشن گرفتن عید نوروز چی می فرمایند. پیش از همه این را فراموش نکنید که من تنها نقل فتوا می کنم و کسی را به مرتد شدن یا کافر شدن فتوا نمی دهم. باقی شما خود اندیشه کنید. علامه ابن نجیم حنفی رحمت الله علیه در بحر الرائق در بیان سببهای مرتد شدن می نویسد: و بخروجه الى نیروز المجوس والموافقة معهم فيما يفعلون في ذلك اليوم وبشرائه يوم النيروز شيئا لم يكن يشتريه قبل ذلك تعظيما للنيروز لا للأكل والشرب وبإهدائه ذلك اليوم للمشركين ولو بيضة. یعنی یکی از سببهای مرتد شدن یعنی بدین شدن برآمدن به عید نوروز و موافقت کردن به جشن و مراسمهای آنهاست و به خاطر بزرگداشت نوروز چیزی را بخرد که قبلا آن را نمی خرید و با هدیه کردن آن به مشرکان اگرچه یک تخم هم که باشد از دین خارج می شود. به حواله بحر الرائق جلد 5 صفحه 133. در دیگر جای از بحر الرائق می نویسد: ضرب الدفاف على الابواب ایام النیروز لا يحل بل هو مکروهة. یعنی دایره زدن در روز نوروزی حلال نیست بلکه مکروه تحریمی است. و حواله بحر الرائق جلد 8 صفحه 233. علامه حسکفی حنفی رحمت الله علیه می نویسد: والاعطاء باسم النيروز والمهرجان لا يجوز أي الهدايا باسم هذين اليومين حرام وإن قصد تعظيمه كما يعظمه المشركون يكفر. یعنی هدیه دادن به نام نوروزی و مهرجان جایز نیست. یعنی در این دو روز هدیه دادن حرام است و اگر با هدیه دادن قصد تجلیل و بزرگداشت نوروز داشته باشد نعوذ بالله کافر می شود. ابو حفص کبیر رحمت الله علیه که از جمله کبار علمای بخارا به شمار می رود می فرماید. ترجمه فتوای او را برایتان بیان می کنم. خوب گوش اندازید. می نویسد: اگر مرد 50 سال خداوند را عبادت کند و بعد از آن در روز عید نوروزی به قصد تجلیل و بزرگداشت این روز به مشرک تخم هدیه کند کافر می شود و همه عملهایش باطل می شود. و اگر بدون قصد تجلیل بلکه طبق عادت مردم به مسلمان چیزی را هدیه کند کافر نمی شود، ولی به خاطر دفع شبهه باید یک روز قبل یا یک روز بعد از روز نوروز هدیه اش را بدهد. و اگر در روز نوروزی چیزی را خرید که قبلا آن را نمی خرید، اگر به قصد تجلیل نوروز باشد کافر می شود. و اگر تنها به قصد خوردن یا نوشیدن چیزی بخرد کافر نمی شود. به حواله در المختار جلد 10 صفحه 485. والله اعلم بالصواب.